در موزه مشروطه تبریز هستیم. انقلاب مشروطیت که در حقیقت از 10 سال آخر حکومت ناصرالدین شاه شکل گرفت، برای محدود کردن قدرت پادشاه زحمت زیادی کشیدن و بیشتر تلفات اون از میان روشنفکران و تحصیل کردگانی بودن که اروپا رو دیده بودن و تمایل داشتن که ایران هم به شکل مشروطه اداره بشه و قدرت پادشاه محدود بشه. پس از ترور ناصرالدین شاه و به قدرت رسیدن مظفرالدین شاه، ایشان پس از افت و خیزهایی فرمان مشروطیت را امضا کرد و رفته رفته مجلس اول مشروطه شکل گرفت. با مرگ مظفرالدین شاه فرزندش محمد علی شاه به قدرت رسید که مشروطه را بر نمیتابید و در پی برانداختن آن بود. ایشان به کمک روحانیونی که طرفدار مشروعه بودند و شخص نامدار ایشان شیخ فضلالله نوری است، با مشروطیت به ستیز برخاست و سرانجام با فتوای همین روحانیان ضد مشروطه مجلس مشروطه را به فرماندهی بریگاد قزاق و لیاخوف روسی به توپ بست و مشروطه خواهان آسیب فراوانی دیده و هر یکی یا کشته شدند یا به سوی گریختند. به خیال اینکه مشروطیت تمام شد و با خیال راحت به بازگرداندن قدرت پادشاه پرداخت. اما در آذربایجان جنب و جوش مشروطه خواهی و بازگرفتن مشروطه همچنان برقرار بود و در اینجا بیشتر فرماندهان روسی جنبش ضد مشروطیت را به پیش می بردند. سرانجام با همکاری مشروطه خواهان تبریز و تنکابون و بختیاری های اصفهان که در یک همکاری گسترده با سلاح و مردان جنگجو راهی تهران شدند و با شکست محمد علی شاه و قوای دولتی مشروطه را باز پس گرفتند. قسمت خونین انقلاب مشروطیت همین بازپسگیری انقلاب مشروطه بود، وگرنه خود انقلاب مشروطیت می توانیم بگیم که صلح‌جویانه و به دور از خشونت بود، اما به ناچار بازپسگیری آن با جنگ و سلاح انجام شد و این مشروطه را ما از این سربازان وطن داریم
که بسیار بر آن کوشیدند و زندگی خود را بر سر آن نهادند. اینها سربازان مشروطه هستند که بسیاری از آنها کشته شدند. این ستارخان است که به رهبری مشروطه خواهان نامآور است. درود بر مردم مبارز و از جان گذشته تبریز، آذربایجان که توانستند مشروطه را باز پس گیرند. موزه مشروطه را ما دیدیم، شما هم بیایید و ببینید.